29 دکبر تحت ریاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت رئیس حکومت کشور محترم امامعلی رحمان مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید که مسئله های اجرای بودجه دولتی در سال 2026 و جلب سرمایه در سالهای 2026-2030 از مسئله های اساسی آن بود. در کار مجلس نخست گزارش فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه درباره لایحه قرار حکومت جمهوری تاجیکستان اوید به تدبیرهای اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 شنیده شد. تأکید گردید که مقصد از تهیه لایحه قرار مذکور مشخص نمودن روند اجرای بودجه دولتی، استفاده با ثمر و مقصدناک مبلغ‌های بودجتی، اینچنین معین نمودن عهده‌داری‌های وزارت و کمیته‌های دولتی، اداره‌ها، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها، کارخانه و مؤسسه و تشکیلات‌ها صرف نظر از شکل مالکیت وابسته به اجرای مقررات قانون جمهوری تاجیکستان درباره بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 می باشد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان ساختارهای مسئول را وظیفه‌دار نمودند که تأمین با صفت قسم درآمد بودجه دولتی از جمله توسط دریافت سرچشمه‌های نو چاره‌های ضروری اندیشند. سپس عبدالرحمان زاده وزیر رشد اقتصاد و سودا دایر به برنامه سرمایه‌گذاری‌های دولتی برای سالهای 2026-2030 گزارش داده ذکر نمود که مقصد اساسی برنامه مذکور جلب سرمایه خارجی و داخلی از جمله مبلغ‌گذاری قرضی، گرانتی و یاری تکنیکی برای تطبیق لایحه‌های افضلیت‌ناک ساحه‌های گوناگون اقتصادیات جهت اجرای دستور و سفارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بوده عملی سازی آنها بر رشد اجتماعی و اقتصادی کشور روانه می‌گردد. مخصوصاً جلب سرمایه خارجی برای عملی سازی لایحه‌های افضلیت‌ناک یکی از عامل‌های اساسی رشد میانبرده اقتصادیات ملی ارزیابی گشت. با برنامه در مجموع 864 لایحه وارد گردیده است که مبلغ آن 15.7 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. تأکید گردید که در کشور ما طی سالهای اخیر برای تامین نمودن رشد ساحه‌های اقتصادی ملی و مناسبت‌های بازاری یک قطار اصلاحات نظررس تطبیق گردیده تشبس‌های سرمایه‌گذاران و صاحبکاران برای رواج سرمایه‌گذاری از جانب حکومت کشور همه‌جانبه دستگیری می‌یابد. در ادامه مجلس همچنین لایحه قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره تعرفه‌های نیروی برق و گرمی بررسی و قبول گردید. لایحه مذکور با مقصد رشد ساحه انرژتیک و رسیدن به سطح خود تامین کنی فعالیت مالیوی و اقتصادی جمعیت‌های سهامی گشاده برق تاجیک، شبکه‌های انتقال برق و شبکه‌های تقسیمات برق تهیه و پیشنهاد گردیده است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان به ساختارهای مربوطه برای اندیشیدن تدبیرهای ضروری جهت بهسازی فعالیت در ساحه دستور و توصیه‌ها دادند. سفارش داده شد که تعرفه‌های نو برق و گرمی از 1 فوریه سال 2026 جاری کرده شود. همچنین نقشه کار حکومت جمهوری تاجیکستان در نیم ساله 1 سال 2026 تصدیق شد. در فراورد مجلس پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان وابسته به جمع‌بست و نتیجه گیری از رشد اقتصادی و اجتماعی کشور در سال 2025 مسائل زمستانگذرانی، رساندن یاری به یتیمان و بی‌پرستاران و معیوبان و عائله‌های نیازمند، آمادگی همه‌جانبه به استقبال سزاوار جشن‌های بین‌المللی نوروز و 35 سالگی استقلال دولتی به مسئولین سفارش‌های مشخص دادند.